مون باشه که در بازارهای سخت کسی برنده نیست که بیشتر بفروشه، کسی برنده است که بیشتر دووم بیاره. اما اینجا یک مشکل دیگه هم به وجود میاد. خیلی از بیزینس ها وقتی فشار نقدینگی که میاد فکر میکنن راه نجات فقط بیشتر فروختنه و دقیقاً همینجا وارد اشتباه دوم میشن. وقتی فروش کم میشه اکثر بیزینس ها سریع میرن سراغ تخفیف چون فکر میکنن مشکل قیمته. اما واقعیت اینه در بیشتر مواقع مشکل اعتماد و اطمینان مشتریه. یادمون باشه در رکود مشتری ها خرید رو متوقف نمیکنن، فقط بیشتر میترسن اشتباه نکنن. پس بیشتر تحقیق میکنن، بیشتر مقایسه میکنن و دیرتر تصمیم میگیرن. حالا سوال اینجاست، در بازاری که همه دارن ارزونتر میفروشن چطور بعضی بیزینس ها هنوز گرونتر میفروشن و رشد هم میکنن؟ پاسخ کلیدی دقیقاً اینجا، چون دارن ریسک ذهنی مشتری رو کم میکنن. مشتری امروز بیشتر از این که دنبال قیمت باشه دنبال اینه که تصمیم اشتباه نگیره. یک مثال بزنم،